بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین. به یاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم حقا که خداوند تو را به کلمه از جانب خود بشارت می دهد، نام او مسیح است، عیسی پسر مریم که هم در این دنیا و هم در آخرت آبرومند بوده و از مقربان است. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. و با مردم هم در گهواره و هم در بزرگسالی سخن می گوید و از صالحان است. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم گفت ای پروردگار من، از کجا من صاحب فرزندی می شوم در حالی که بشری به من تماس نکرده است؟ گفت خداوند آنچه را اراده نماید چنین می آفریند و چون امری را دستور دهد پس بیگمان به آن می گوید شو و آن می شود. و یعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل. و خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد.